یک دو روز پیش اسرائیل پر از خوف بود، نوبسته از آن که آمریکایی‌ها و نظامیان اسرائیلی با سیستم‌هایی که برای بازداشتن موشکند کوشش کردند که یک موشکی که از یمن پرتاب شده بود و رسا به فرودگاه بین المللی بن گوریون رسید باز دارند، ولی نتوانستند. Whoa! Oh my God! Oh my God! Yo! 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 تلویزیون اسرائیلی چنل 12 خبر داد که این موشک یمنی توانست از بالای 4 سیستم ایزدی هوایی گذرد و کار بزرگترین فرودگاه اسرائیل را قطع کند. گفته می شود که در نتیجه این ضربه 8 نفر زخمی شدند. در همین وقت 1 میلیون نفر از 400 دهه و شهر مجبور شدند که خود را به پناهگاه ها برسانند. روزنامه‌نگاران اسرائیل میگویند که راهبران نهادهای امنیتی از آن بسیار ناراحتند که نتوانستند موشک یمنی پرتاب شده به فرودگاه را باز دارند. اکنون در داخل اسرائیل خوف است که شرکت‌های هواپیمایی خارجی شاید پروازهایشان را به اسرائیل موقتا باز دارند. هواپیمای شرکت هندو ایر ایندیا که قرار بود در فرودگاه بن گوریون فرود آید، بعد این حادثه به هندوستان برگشت. دیگر هواپیماهایی که باید می آمدند مجبور شدند در هوا گردند و منتظر شوند. و باز این حادثه باعث شد که پرواز پرزیدنت کیپر نیکوس خریستودولیدیس به اسرائیل به تأخیر انداخته شود. شرکت‌های دیگر هواپیمایی خارجی نیز خبر دادند که پروازهایشان را به فرودگاه بن گوریون بیکار کردند.